اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. دو کلمه هست میگوید پیغمبری خدا که بی نهایت به زبان گفتنش آسان است، لکن در ترازوی روز قیامت بی نهایت وزبین است و بی نهایت خداوند این دو کلمه را دوست می‌دارد. اینها چیا هستند؟ اینها سبحان الله العظیم، سبحان الله بحمدی، سبحان الله العظیم. کسی میگوید سبحان الله بحمدی، سبحان الله العظیم، خداوند ثواب او را در روز قیامت در ترازوی اعمالش وزن می‌گرداند. و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره والله خیر الرازقین. این آیت شأن نزولش مفسران میگویند وقتی که پیغمبر خدا بالای همین منبر ایستادگی و خطبه میخواند، بناگاه صدای دف از بیرون مسجد صدا داد. صدا یک نغاره زده شد که این دحیه کلبی بود که به مال بسیار از تجارت برگشتند. اون زمان میگم مدینه خیلی قحطی بود. صحابه های پیغمبر خدا همه مسجد ترک کردن و بیرون مسجد پیش دحیه کلبی رفتند. رسول اکرم بالای منبر تنها ماندند. مفسران میگویند که 12 مرد ماند و 7 زن در اون مسجد باقی ماند. بعضی مفسرها بر این هستند که فقط 12 مرد باقی ماند و خلاص، که 4 تا این ابوبکر، عمر، عثمان، علی بودند. وقتی رسول اکرم این صحابه از پیش دهه کلبی که برگشتن آمدند، رسول الله گفت اگر این 12 نفر در مسجد باقی نمیماند، اینها هم از پی شما بیرونی مسجد میگشتند، هر آینه لسال الوادی نارن، این مدینه را عذاب خدا فرا میگرفت. شما برای مال و ملک شده مسجد را ترک کردین، پیغمبری خدا را در خطبه خواندن در بالای منبر تنها گذاشتین و همه بیرونی مسجد شدین. اگر امروز هم مسجدهای ما و شما خالی از نمازخوان ماند، باور کنین غضب خدا بالای ما و شما فرو میریزد. و الحمدلله که امروز مسجدهای ما و شما فراوان از نمازخوان است، فراوان از عالم هاست، فراوان از ذکرگوی هاست. انشاءالله در این دیار ما و شما، در شهر ما و شما، از برکات نماز جمعه، از برکات امر معروف و نهی از منکر، خداوند نعمت خودش را زیاده می‌گرداند. ان ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال من شرار الناس من تدرکهم الساعه وهم احیاء. پیغمبر خدا فرمودند بدترین انسان کی هست؟ بدترین انسان کی هست؟ بدترین انسان، گفت پیغمبر خدا، همان کسانی هستند که وقتی که قیامت می آید، واقعه های قیامت می آید و اونها زنده هستند و با چشم سر این واقعه های مدهش را حس میکنن و میبینن. اینها را پیغمبر خدا گفت بدترین انسان در روی زمین هستند. شیبتنی هود و اخواتها. رسول اکرم در حدیث ها میگوید این سوره هود و خواهرهای سوره هود که الواقعه و الحاقه و دیگر سوره هایی که وصف قیامت بیان میکنند، این سوره ها ریش و موی مرا سفید کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. افغان شیخ و شاب ز وهم قیامت است. افغان شیخ و شاب ز وهم قیامت است. این ترک خفت و خواب ز وهم قیامت است. از گریه شد ز دیده آدم سفید و جوی، آن دیده پرآب ز وهم قیامت است. نوح نبی نوحگری کرد عمرها، نوح نبی نوحگری کرد عمرها،
آن دیده‌ای پرآب، آن بیم و پیچ و تاب ز وهمی قیامت است. کوها به وقت ناله داوود ناله کرد، آن سینه کباب ز وهمی قیامت است. کرمان که خورد از تن ایوب 7 سال، کرمها که خورد از تن ایوب 7 سال، صبرش در آن عذاب ز وهمی قیامت است. مجروح شد دو دیده یحیی ز آب چشم، مجروح شد دو دیده یحیی ز آب چشم، رو کرد در خراب ز وهمی قیامت است. افغان هر نبی و ولی ها در این جهان، مشتاق آن جمال ز وهمی قیامت است. فردا به روز حشر بگویند غافلان، یا لیتنی تراب ز وهمی قیامت است. یا لیتنی تراب ز وهمی قیامت است. حضرت مولوی خدا رحمت و مغفرتشان کند خودش را، پیروهایش را، که به نهایت برای ما و شما با یک طریق عادی و ساده آن آیت و احادیث های را که الحال شما در باب قیامت میشنوید همگی را در داخل این غزل خود جایگیر گردانید. و خیلی علم آورش این است که یا لیتنی تراب ز وهمی قیامت است. آن کسانی که در دنیا روز قیامت را باور نداشتند و می گفتند این یک افسانه هست، یا زنده شدن بر روز قیامت را باور نداشتند، اینها همه یک افسانه هست می گفتند، اینها وقتی که اون قیامت را می بینند چی می گویند؟ یا لیتنی تراب، خدایا کاش ما را خاک می گردانیدی و این منظره مدهش را ما نمی دیدی. وای به حال اون کسانی که به این روزی پرآشوب، به این روزی حساب باور ندارند. برای آنی که راسترین سخن خداوندی است، من چند آیت که به نهایت در قرآن برای آمدن قیامت دلیل های زیاد از خداوند به ما و شما آمدگی است، من چند آیت از اینها را به سمع شما برای باوری کامل حاصل کنین که قیامت آمدنی است خوانده می‌دهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الساعة آتیة لا ریب فیها ولكن اکثر الناس لا یؤمنون. صدق الله العظیم. این آیت از سوره مبارکه غافر است. خداوند میگوید قیامت آمدنی است، در آمدن قیامت هیچ شک و شبهه موجود نیست، ولیکن اکثر مردم به آمدن قیامت باوری ندارند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتهاها. سوره نازعات. خدا میگوید محمد صلی الله علیه و سلم، این مشرکان عرب، این دشمنان قرآن تو را با جهت مسخره و سوال میکنند که کی می آید قیامت. و اونها خبر بده که من از ساعت قیامت چیزی را نمیدانم. ساعت آمدن قیامت نزد خداست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الساعة آتیة اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعی. سوره طه. خداوند در سوره طه چی میگوید؟ ای بندگان من، قیامت آمدنی است، در آمدن قیامت هیچ شک و شبهه نیست، لکن دوست می‌دارم که قیامت را مخفی نگاه دارم، پنهان نگاه دارم، حتی خود درک نداشته باشم.
تا که بندگان خدا جزا دهم، مکافات دهم به آن عملهایی که در دنیا انجام دادند. ان الساعة آتیة لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. خداوند در دیگر آیت قرآن سوره حج چی میگوید؟ قیامت آمدنی است، در آمدن قیامت باز میگویم شک و شبهه نیست و شما از قبر زنده میگردین و نزد خدای خود حسابات عمر خود را میدهید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله عنده علم الساعة و ينزل الغیث و یعلم ما فی الارحام و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس بأی ارض تموت ان الله علیم خبیر. خداوند در سوره لقمان میگوید چی میگوید؟ 5 چیزی هست که بجز من کسی نمیداند. یکی از اینها چی است؟ ان الله عنده علم الساعة. نزد خدای شماست آمدن قیامت، ساعت قیامت. شما نمیدانید که قیامت کی می آید، لکن رسول اکرم گفتند روز از روزهای جمعه قیامت قائم می شود، در ماه محرم است. لکن ساعت او را، روز او را کسی گفتن نمیتواند. میگذاریم در سوره یاسین چی میگوید؟ و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین ما ینظرون الا صیحة واحده تأخذهم وهم یخصمون فلا یستطیعون توصیة. خداوند چی میگوید در این سوره مبارکه؟ محمد و ای مؤمن ها از شما پرسان میکنند متى هذا الوعد، این وعده ای که خدا داده ایستاده است که قیامت می آید، کی می آید؟ این کنتم صادقین، اگر تو محمد پیغمبری برحق باشی و اگر ای مؤمن هایی که ایمانی به خدا دارین شما اگر حقیقت داشته باشین. مشرکان عرب سوال کردند گویید بر ما که ساعت قیامت کی است؟ خداوند چی گفت؟ ما ینظرون الا صیحة واحده تأخذهم وهم یخصمون. اینها انتظاری نمیکشند، منتظر نمیشوند به همان نفخه‌ای که حضرت اسرافیل میدمد او را و همه این مشرکان غافلان منکران را خداوند هلاک میسازد در زمانی که اینها در معامله داد و گریفت ایستادگی دارند. یعنی اینها انتظار نمیشوند همان نفخه حضرت اسرافیل را. نفخه حضرت اسرافیل چیست؟ نفخه چیست؟ حضرت ابو هریره میگه از رسول اکرم پرسان کردم ما سور یا رسول اکرم، شما سور گفتید پیغمبری خدا. حضرت اسرافیل یک سور را میدمد. سور به منزله همون شاخهای گابی که طرفی به دهان می آمدگیش باریک است و بالاش چقدر کشاد هست، چگونه ای که در همین عمارتهای حربی ها یک بانگ خطر زده می شود در حالتهای فوق‌العاده، همان روز قیامت هم خداوند بانگ خطر می زند و حضرت اسرافیل در دهان خود همان شیپور، همان سور در دهان او ایستادگی است. امر میکند خداوند، امرش میکند و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. خدا میگوید وقتی که اسرافیل را امر میکنم سور را بدم، چنان یک آواز دهشتناکی دارد که رسول اکرم در بعض روایت ها گفتند این سور حضرت اسرافیل 11 دایره دارد، چگونه ای که همین نی هایی که چند سوراخی دارند این هم میگد 11 دایره دارد که هر دایره او میگد قسم به عظمتی خداوند که برابر زمین و آسمان گشاده است و در داخل وی تمام روح های ما و شما جایگیر است. سور را میدمد
خداوند میگوید فصعق من فی السماوات و من فی الارض. وقتی که این سور دمیده می شود، تمام آن مخلوق هایی که در زمین و آسمان هست همه هلاک می شوند، همه نابود می گردند. الا من شاء الله. مفسرها گفتند از آنی که خدا خواست این 4 ملائک مقرب است، 4 ملائک مقرب هست که اینها هلاک نمی شود. با کشیدن سور حضرت اسرافیل، حضرت ملک الموت، حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل و عزرائیل باقی میمانند. وقتی اینها باقی میمانند، ملک الموت را خداوند سپارش میدهد: ملک الموت، من بقی من خلقه، در روی زمین کی ماند از موجودهای زنده؟ کی ماند؟ حضرت ملک الموت می گفته است: پروردگارا، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، این 3 ملائک و این بنده ضعیف تو ملک الموت در حیات هستند. خداوند می گفته است: ملک الموت، قبض ارواح این 3 ملائک مقرب را انجام بده. می آمده است. حضرت جبرائیل میگوید در سجده هست، با 600 قناتی که دارد که هر قنات او دنیا را چپه میکند، قوت دارد. نزد جبرائیل می آمده است، می گفته است: برادر جبرائیل، خدا امر کرد که جان تو را ما قبض کنیم. و حضرت ملک الموت میگه نزدیک به جبرائیل می آید، مثل برادر را آغوش میگیرد، وی را در آغوش میکشد و جان او را قبض میکند. نزد میکائیل می آید، نزد اسرافیل می آید، هر 3 اینها را جانشان را قبض میکند. باز نزد خدای خود میگه حاضر می شود. خداوند می گفته است: من بقی من خلقی یا ملک الموت، کی ماند؟ باز کی ماند در روی زمین؟ می گفته است: العبد الضعیف ملک الموت. یگانه در روی زمین، یگانه موجود زنده ای که در روی زمین است، این همون بنده ضعیف تو ملک الموت است و خلاص. خداوند می گفته است: ملک الموت، آیا تو سخنی مرا نشنیده ای؟ من گفته بودم کل نفس ذائقة الموت، همه باید که لذت مرگ را بچشد و تو هم از جمله اونها هستی. رو مر. حضرت میگوید به بعضی روایت ها می آید بین جنت و بین دوزخ و جان خود را میگد خود قبض میکند و چنان میگد برای او مشکل می افتد، چنان یک نعره میزند، چنان یک صدای میزند که کتاب مفسر قرآن میگوید اگر همان زمان یک موجود زنده میشد، هر آینه باز از این داد و فریاد حضرت ملک الموت جان دوباره رو میدید، هلاک دوباره رو میچشید. اگر دانستم این سختی مرگ و مردم کردم این کار آسان. گفته حضرت مولوی در کتاب خودش ذکر میکند که حضرت میگفته است اگر میدانستم که شدت مرگ، سختی مرگ اینقدر مشکلات دارد، هر آینه به مردم یک مهربانی خدا روا میدیدم. حضرت ملک الموت هم چکار میکند؟ جان را به حق تسلیم میکند. خداوند بعد آنی که کسی در روی زمین نمیماند فریاد میزده است. چی میگفته است؟ یا ایتها الدنیا، ای دنیایی که تو فنا شونده هستی، ای دنیایی که تو نابود شونده هستی، این الملوک، این ابناء الملوک، این الجبابره، این الذین یأکلون الرزق و یعبدون غیره. ای دنیا،
پادشاه‌ها کجاست؟ کجاست آن پادشاهایی که پادشاهی می‌کردند؟ کجاست فرزندهای پادشاه‌ها؟ کجاست آن کسانی که کبر می‌ورزیدند، پول داشتند، مال داشتند، خدای خود عبادت نمی‌کردند؟ کجاست اونها؟ کجاست آن بندگانی که رزق مرا می‌خوردند، نعمت مرا می‌خوردند، لکن در دین دیگر بودند، خدای دیگر را عبادت می‌کردند؟ کجاست؟ فلم یوجد احد ان یوجبه. گفته می شود که کسی نیست که جواب خداوند را جواب بگرداند. هیچ کس نیست بجز او ذات. همه هلاک شدند. ولا تدعو مع الله الها آخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم و الیه ترجعون. خدا میگوید بجز من ذاتی توانا دیگر ذات نیست، بجز خدا بودن من دیگر خدای نیست. من یکه و یگانه هستم، ذات و مثل و مانند ندارم. کل شیء هالک، همه چیزی دنیا هلاک شونده است، الا وجهی، مگر ذاتی خداوندی باقی میماند. کسی یافت نمیشود که جواب بگوید. خداوند با نفس خود میگفته است لله الواحد القهار. این دنیا از همان خدایی که صفت او قهار است و همون باقی ماند. دوام آیتی سوره یاسین: فاذا نفخ فی الصور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. صدق الله العظیم. تمام دنیا نابود شد، همه هلاک شدند، کسی در دنیا نماند. خداوند حضرت اسرافیل را باز زنده می‌گرداند، همان اسرافیلی که نفخه را میکشد، سر را میکشد. دویم باره حضرت باز میدمد، صدا میزند. تمام آن مرده هایی که میلیون ها سال در زیر قبرها خواب بودند، من الاجداث الی ربهم ینسلون، اینها از خاک زنده میگردند و به سوی خدای خود شتابان فرشته ها اونها را پیش کرده میبرند. خداوند این را به ما و شما خبر میدهد. آیا ما و شما باوری به زنده شدن نداریم؟ نظر میکنیم به مثال هایی که خداوند برای ما و شما میارد. الم یکن نطفه من منی یمنی ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. خداوند به ما و شما منت میکند ای فرزند انسان، نظر اول به پیدایش خودت کن. تو چی یک نطفه بودی، تو یک آب بودی که به دیدن او تو را نفرت پیدا میشد. ما از یک آب تو را پیدا کردیم و تو را به خون تبدیل دادیم، تو را به اعضاهای درست تبدیل دادیم. از این یک آب باز ما نرینه و مادینه آفریدیم. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. مادام اینقدر قدرت داشته باشیم، خدا میگوید پس زنده گردانیدن شما برای من چه مشکلاتی دارد؟ هیچ مشکلاتی ندارد. در هیچ جا نبودین شما، من شما را پیدا کردم. در حالتی که استخوان پوسیده تو هست، برای ما چی مشکلات دارد که در او باز جان دوباره را بدمیم؟ هیچ مشکلاتی ندارد. اولم یرى الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین. خداوند میگوید ای انسان، تو اول در آفرینش خودت تذکر کن، اول پیدایش خودت نظر بکن. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. سوره یاسین است. بعضی از بندگان نافهم من
که این مفسرای قرآن میگوید این ابیه ابن خلف بود که دشمن پیغمبری خدا بودند، دشمن قرآن بودند. این ناکس، این بدبخت نزد پیغمبری خدا آمدند. خدا میگوید و ضرب لنا مثلا، این بنده نافهم، این گمراه برای من مثال میارد. چی مثال میارد؟ و نسی خلقه، حال آنکه پیدایش خودش را فراموش کرده است. و ما مثال میارد که قال من یحیی العظام، ای محمد بگو این استخوانی که وحی رمیم خاکستر شده است ایرا کی زنده میگرداند؟ در دستش میگه یک استخوان آدم بود و یا میگه به خاکستر مبدل کرد. بعضی مفسران میگه همچنان پوف هم کرد به سوی رسول اکرم که گرد چنگی استخوان در آسمان برآمد. گفت محمد ایرا کی زنده میکند؟ آیتی آمد قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بكل شیء علیم. بگو ای محمد و این ابیه ابن خلف خبر بده که آن ذاتی که این استخوان نبود این استخوان را پیدا کرد، همان ذات باز در همین استخوان جان دوباره را داخل میگرداند. بگو به این الذی جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. در دوام همین آیت خدا چی میگوید؟ ای بندگان من، شما نظر کنید که من از دو درخت سبز که را عفار میگن یکیشه، دو درختی هستن سبز هستن، خدا میگوید وقتی اونها را میبرند اینش در اینش میزنند از اونها آتش میگه فراوان میبراید. این درختها الحال موجود هستند، درختی سبز هست. مفسرای قرآن میگوید نگاه کنید قدرت خدا را که درختی سبز به سبز میزند، آتش علاو در میگیرد، نه علاو چو را میسوزاند نه آبی چو این آتش را خاموش میکند. خداوند ای را برای ما و شما مثال میارد من از درخت سبز برای شما آتش میدهم، آیا قدرت ندارم که جان دوباره بر شما نصیب بگردانم؟ و دیگر دشمن خدا این عدی ابن ربیعه بود که در سوره قیامت مفسرای قرآن قصه ای را میارند. چی میگویند؟ میگویند ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بل قادرین علی ان نسوی بنانه. صدق الله العظیم. خدا میگوید این عدی ابن ربیعه، مفسرای قرآن میگوید روز آمد نزد رسول اکرم آمد و گفت ای محمد من اولا به پیغمبری تو باور ندارم و دوم اینکه اگر قیامت را در پیش چشم من نمایان کنی من باور نمیکنم. کجاست همان خدایی که این استخوان را جان می‌درارد؟ این بدبختم همین مثال را نزد رسول اکرم پیشکش کرده. خداوند چی گفت؟ بله قادرین علی ان نسوی بنانه. ای رسول اکرم به این بنده گمراه خبر بده که من در این استخوان فردا روز قیامت جان دوباره را داخل میکنم. حتی چکار میکنم؟ بنانه، همین ناخونهای خودت را در خودت پیدا میکنم. مفسرای قرآن میگویند ساختن ناخون که خیلی کار مشکل است و رگه های خیلی باریک دارد، استخوان های خیلی باریکی دارد. خدا همین ناخون را در اینجا بر ما منت میکند که حتی ناخون هایی که در دنیا داشتی همین ناخون های خودت را در تو پیدا میکنم. البته خدای ما و شما قدرت دارد، خدای ما و شما قدرت دارد که ما و شما را بار دیگر زنده بگرداند. امروز پیروای این ابیه ابن خلف و عدی ابن ربیعه در بین ما و شما زیاد است. بسیار از انسان هایی که به روز قیامت و زنده شدن روز قیامت باور ندارند، لکن اینها از همون طایفه انسان هایی هستند که روز قیامت اینها میگویند خدایا کاش خاک میشدیم، کاش یک نوده درخت میشدیم انسان نمیشدیم، کاش که در دنیا ما به این قولهای خداوندی باور میکردیم که امروز اینقدر از رحمت خدا دور نمیگشتیم. او کالذی مر علی قریة وهي خاویة علی عروشها. خداوند قصه دیگری برای زنده شدن روز قیامت به ما و شما خبر میدهد. این قصه حضرت عزیر است
که در سوره بقره در آیت 255 این قصه میگذرد. میگوید خداوند حضرت عزیر میگوید روز با یکی از دیهه ها گذر میکرد، با یک قشلاق میگذشت، بالای خر سوار بود. و هی خاویه علی عروشها، این دیهه میگد از دست بخت النصر که کافر همون زمان بود در بیت المقدس، این دیهه خراب شده بود. این بخت النصر هجوم به همین بیت المقدس کرده بود است زمانهایی که حضرت عزیر پیغمبر بودند و همون دیهه را چنان خراب کرد که وهی خاویه علی عروشها. خدا میگوید اول سقف خانه در زمین زدگی بود و دیوالها از بالای سقف خانه بودند و در زیرش انسانها هلاک شده بودند. این بخت النصر همچنان یک هجومی رذیلانه به این موحدای خدا کرده بود. چگونه که امروز دشمن آشکارای اسلام پادشاه امریکا بالای مردم عراق دارد که فرد به او رحم نه به کودک دارد، نه به زن دارد، نه به هیچ کس ندارد، این چنین معامله را انجام میدهد. این بخت النصر هم پیرو این بدبخت دیگرش همین معامله را در بیت المقدس کرده بود. حضرت عزیر وقتی میگد گذر کرد از این قشلاق، قال ان یوحی هذه الله بعد موتها، این حضرت میگه شک نه آورد، شبهه نه آورد، بلکه بعید شمارید، دور شمارید که خدایا این دیه را کی تو آباد میکنی و این مرده ها را چگونه تو زنده میگردانی، در حالتی که سقف خانه در بالا، دیوالهای خانه در بالای اینها چپه شده است. وقتی این گمان را میگه حضرت عزیر به خاطر خود که گذرانید، از خر خود میگه پایان شد و خر خود را میگه در یک جا طویله کرد و در پیش خودش خوراک داشت. این آب انگور بود میگه و انجیر بود، گذاشت. کمی از این طعام ها میگه خورد و میگه به تکیه همون دیوال میگه خواب کرد. فاماته الله 100 عام، قصه قرآنی است. در این باید ما ذره شبهه نداشته باشیم. و مجرد که حضرت عزیر میگه خواب کرد، خداوند در همون خواب میگه جانش گرفت و 100 سال در اینجا خواب کرد. و تکیه همین دیوال میگه خداوند میگه این عزیر 100 سال خوابید. ثم بعثه، آن گمانی که در دل داشت برای گمانی خودش حاصل شود و بعض شک و شبهه که اگر در دل داشته باشد دور بگردد. بعد 100 سال خداوند میگه من عزیر را زنده گردانیدم. قال کم لبسته، وحی روان کرد خداوند عزیر چند سال شد تو خواب هستی، چند روز شد؟ قال لبست یوما او بعض یوم، مادامی که میگد عزیر در اولی روز که خواب کرده بود و بعد 100 سال که خدا زندش گردانید و قریب فرو رفتن آفتاب که بود، تصور کرد که همان روز از گفت خدایا گمان میکنم که یک روز خوابیدم یا نیم روز خوابیدگی هستم. قال لبست 100 عام، عزیر گفت تو 100 سال شد که در اینجا خواب هستی، 100 سال شد. فانظر الى طعامك و شرابك لم يتسنى، در سوره بقره قصه قرآنی است. ای عزیر اگر تو باور نمیکنی به طعامت و به شرابی که در پیش داشتی، نظر کن حتی طعام و شرابت ویران نشدن. لم يتسنى. وانظر الى الحمار لنجعلك آیة للناس، نظر بر خرت کن، اون خری که تو طویلش کرده بودی احوال او را ببین. وقتی که نظر به خر میکند، خر کیها پوسیدگی و استخوانهای او خاکستر شدگی هستند. خداوند میگوید این معامله را ای عزیر من برای او با تو انجام دادم تا که این یک مثال برای بندگان من شوند، تا که اونها باور کنند که خداوند این قوه را دارد، این قدرت را دارد.
وانظر الی العظام. وقتی که حضرت عزیر را بیدار کرد، میگه در حالتی جوان بود، در حالت همون جوانیش خواب کرده بود. وقتی که خداوند او را کامل ساخت و زنده گردانیدش، امرش کرد. عزیر گفت وانظر الی العظام کیف ننشزها. نظر به همین خاکستر، نظر به همین استخوان خری که خاکستر گشته است، به همون نظر کن چگونه استخوان را ما در حرکت می‌دراریم. حضرت عزیر چشمهای خود کشاده و نگاه به همون استخوان‌ها میکرد. و ناگاه میگه استخوان‌ها در حرکت در آمدند و هر یک رگ پیوند آمده به خودش پیوست میشد. ثم نکسوها لحما. خدا میگوید وقتی که استخوان‌ها درست شد، میگه بالای این استخوان‌ها دا میگه ما گوشت چکار کردیم؟ گوشت را هم کشیدیم. فلما تبین له. وقتی که این خر مکمل شد، از جای خود خیست و هنگس کرد. وقتی این حضرت عزیر دید، میگه قال اعلم ان الله علی کل شیء قدیر. گفت پروردگارا من به قدرت تو باوری دارم، تو مرده را زنده میگردانی. اینم قصه قرآنی است. اینم برای اون است که ما و شما بیدار شویم. این عقیده های اتئیستی و این عقیده های ضد اسلامی که انسان مرد برای قیامت نیست، برای او زنده شدن نیست، این مثال های خداوندی باید ما و شما را بیدار بگرداند. از پس همین حضرت عزیر آیت دوام دارد. حضرت ابراهیم قصهش میارد. حضرت ابراهیم چی گفته بود است؟ قال و اذ قال ابراهیم رب ارینی کیف تحیی الموتى. حضرت ابراهیم خلیل خدا گفته بود است خدایا من در زنده گردانیدن تو هیچ شک و شبهه ندارم، لکن پروردگارا تو چگونه مرده را زنده میگردانی؟ حضرت ابراهیم هم از خدای خود پرسان کردند. ابن کثیر در تفسیر خود میگوید حضرت ابراهیم شک و شبهه نداشتند، بلکه علم الیقین خود را خواستند در عین الیقین بگردانند. یعنی علمی که به زنده شدن خدا داشتند او را خواستند که با چشم سر مشاهده کنند. اولم تؤمن؟ خدا سوالش کرد. ابراهیم گفت خلیل من گفت تو در قدرت من باوری نداری؟ تو آیا باور نداری که من مرده را زنده میگردانم؟ قال بلی ولکن لیطمئن قلبی. خدایا من باور دارم که تو مرده را زنده میگردانی، لکن خدایا میخواهم که زنده شدن مرده را با چشم سر ببینم. قال فخذ اربعة من الطیر. خداوند امرش کرد ابراهیم مادامی که تو بخواهی که زنده شدن و قدرت خدای خدا با چشم سر خود مشاهده کنی، فخذ اربعة من الطیر، 4 پرنده را بگیر. خدا امرش کرد. مفسرای قرآن در این پرنده ها اختلاف زیاد دارند، لکن اکثر اونها میگویند حمامتون و دیکن و طاووسن و غرابه. این 4 پرنده که حضرت ابراهیم گرفت اینها چی بودند؟ یک تاش میگه کفتر بود، یک تاش خروس بود، یک تاش طاووس بود، یک تا انزاغ بود. این 4 پرنده از هر جنس، شکل اینها دیگر، رفتار اینها دیگر، قد و پست اینها دیگر. خداوند امرش کرد این 4 پرنده رو بگیر. فسرهن الیک. ابراهیم اینها را ذبح کن، گردنهای اینها را ببر و گوشت و پوست و پا و رگ و پیوند اینها را با یکدیگر بشور، عررش کن. حضرت عررش کرد. فخذ. حضرت گفتند خداوند امر میکنه ابراش کردی اینها را در بالای همون تپه ها برده بگذار. فسرهن الیک ثم ادعوهن یأتینک سعیا. بعد از آن فریادشان بزن که با حکم خدای خود زنده شوید. اینها زنده میگردند و در نزد تو حاضر میشوند.
حضرت ابراهیم این معامله را انجام داد، بالای کوها برده گذاشت. بعد بالای کوها گذاشتن فریاد زد ای مخلوق های خدا، با حکم خدا زنده شوید. همه اینها میگد در آسمان میگد یک جایه شدند و رگ در رگ یکدیگر، پر یکدیگر در پر یکدیگر، هر کدام اینها میگد در جنس خودش در آمد و نزد حضرت ابراهیم حاضر شدند. و حضرت ابراهیم چی گفتند؟ ان الله علی کل شیء قدیر. خدای مهربان، ما به قدرت تو باوری داشتیم، باز باوری ما به زنده گردانیدن تو مکمل تر شد. این قصه های هستند که در قرآن برای ما و شما یادآوری می شود که انسان باید که در اینها هیچ شک و شبهه‌ای نداشته باشد. ما و شما البته به البته در روز قیامت زنده می شویم و این روز قیامت بالای همه ما و شما البته به البته آمدنی هست. خداوند حتی منت میکند. چی میگوید؟ میگوید نظر کنین شکم مادر را که من عکس صورتکش عمل میکنم. بعضی صورتکش ها این وقتی که میخواهند که صورتی خوب بکشن، برای اونها میگه 3 چیز شرط است. یکی جای گردشکل نباشد، یعنی جای هموار باشد برای آدمی صورتکش، و دوم اینکه جای باشد که نه جنبد. هر آینه اگر وای جنبد دست صورتکش که جنبید صورتی خوب نمی آید. و سیوم برای آدمی صورتکش جای خیلی روشن در کار، در تاریکی صورتکش صورت کشیدن نمی تواند. خداوند میگوید نگاه کنید که من عکس صورتکش رفتار میکنم. اولا نطفه که از مرد جدا می شود در رحم مادر می افتد، جای هست که دایره شکل هست، جای هموار نیست، دایره شکل هست. و جای هست که وای چی هست؟ جای هست که وای حرکت میکند، می جنبد. و جای هست که تاریک است، روشنی ندارد. در این گونه خانه من چکار میکنم؟ دهد نطفه را صورت چون پری که کرده است بر آب چونین صورتگری. شیخ سعدی میگوید از نطفه چنان فرشته های را می آفرد مثل ما و شما که از آب این چونین آدم خلق میکند. والله انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا. خداوند میگوید انبته را در مفسرای قرآن میگویند که خداوند فقط در رستنی استفاده میکند. خداوند لفظ انبته را فقط در رستنی استفاده میکند. خداوند میگوید پیدایش شما مثل رستنی هست. نظر کنید، من یک مثال عادی برای شما میارم. دهقان زمین دارد، همون زمین را برای آنی که در او تخم پرتاید وی را کشت میکند، جفت میکند، برای تخم آماده میکند. انسان هم خداوند در قرآن میگه نساؤکم حرث لکم، زنهای شما کشتزار شما هستند. همین زنها وقتی که دختر به وایه رسید وی هم آماده جفت میشود، وی هم آماده کشت میگردد. دهقان وقتی که زمین کشت کرد در زیر او یک دانه میپرتاید برای حاصل بگیرد. انسان هم نطفه که در رحم مادر میپرتایش در رحم زن میپرتایش. این چی است؟ معنی همون را دارد که تخم را که چگونه دهقان در زیر زمین میپرتاید. بعد این وقتی که این تخم را در زمین که پرتافت دهقان وی را نگاه و بین میکند تا که وی از زمین سر زده بیرون شود. انسان هم وقتی که نطفه در رحم همون زن که افتید وی 40 روز بعد به خون مبدل میگردد، 40 روز بعد دیگر به اعضاها درست میشود. وی هم در همون داخلی رحم مادر چیکار میکند؟ نشأ و نما مییابد. ثم شققنا الارض شقا. خداوند ببین میگوید وقتی که تخم در زیر زمین که پخت مکمل شد، ما زمین فرمان میتیم پاره شود تا که این رستنی بیرون شود. زمین پاره میشود، رستنی بیرون میشود. وقتی این فرزندم که در شکم زن اگر به وایه رسید امر میکنیم ای رحم در خدا کشاده کن تا که این فرزند بیرون شود. رحم بیرون میشود. وقتی رستنی که به وایه رسید دهقان چیکار میکند؟ داس را میگیرد و این رستنی را میدرود. انسان هم وقتی به وایه رسید داست اجل وی را میدرود.
می درود. وقتی که دروید دهقان همون درزه را، همون گندم درویدگیش چیکار میکرد؟ درزه میکند. انسان وقتی که مردشوها که شستن، کفن که گرفتن، وی را مثل درزه میبندند. بعد این دهقان درزه را چیکار میکند؟ میگیرد به خیرمن میبرد برای کوفتن. ما و شما مرده را کجا میبریم؟ خیرمن، منزلگاه. به خیرمن میبریم تا که نزد خدای خودش حاضر شود، جواب آن اعمال هایی که در دنیا کرده است جواب اونها را در نزد خدا دهد. خب وقتی که همین دهقان زمین خودش را دروید، نظر کنید اگر دانه که در همون زمین در وقت درویدن افتیده بود، آیا همون دانه باز بار دیگر نمی براید؟ می براید. با فرآمدن باران باز همون دانه که در زمین دهقان افتیده بود، دهقان وی را از زمین نگرفت، همون چکار میکند؟ می سبزد، همون باز بالا می شود. انسان هم وقتی که در داخل قبر جا شد، پیغمبر خدا گفتند یأکله التراب، کل ابن آدم یأکله التراب الا عجب الذنب منه خلق یوم القیامه. خداوند میگوید وقتی فرزند آدم ما در خاک میگذاریم، یک استخوان دارد از بالای دنبش، از بالای همون دمغازه یک استخوانی هست که پیغمبر خدا که او را عجب الظن میگویند. این عجب الظن گفتند پیغمبر خدا وی نمیپوسد، وی ویران نمیشود. خداوند از این عجب الظن در روز قیامت باز ما و شما را چیکار میکند؟ می آفرد، پیدا میکند. اگرچه قدرت خدای ما و شما به همتاست، حتی همون عجب الظن، همون استخوان هم برای پیدا کردن خدا هیچ حاجت هم نیست. انما یأمره اذا اراد الله شیئا فیقول کن فیکون. این صفت خداوندی است. وقتی که خدا اگر بخواهد چیزی را که پیدا کند میگوید کن فیکون، بشو و میشود. و البته این موضوعی هست که در این ما و شما شک شبهه نداشته باشیم. و امروز موضوع خود من هم جدا کردم بهر اینه که آمدن قیامت شک شبهه ندارد و زنده شدن ما و شما از روی این مثال ها و این آیت هایی که الحال خواندم، البته باید در ما و شما هیچ شک شبهه دیگر باقی نمانده باشد. و وقتی که ما و شما دوباره زنده میگردیم و نزد خدای خود حاضر میشویم، چی معامله ها خداوند با ما و شما میکند و اولین نفری که در روز قیامت کی هست زنده میگردد، انشاءالله خدا خواسته باشد جمعه آینده باز در این موضوع با شما صحبت میکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا ثواب و ثمره این امر معروف و نهی از منکر را در نامه اعمال این جمعیت ما کتابت بفرمایی و خدای مهربان اهل این جمعیت را مرادها و مطلبها و مقصودهای نیکی که در دل دارند با فضل و کرم خود خدایا برآورده خیر بگردانی. گذشتگانشون خدا رحمت و مغفرت، حاجت طلبها باشد خدایا حاجت هاشون برآورده بگردانی. و البته امروزها که در آبادانی یک طهارتگاه در کنار مسجد ساخته ایستاده ایم که دست بسیاری از برادرها در این کار خیر دست درازی کرده ایستاده‌اند، مثل برادرمان ایرج و اکی حاجی تورعلی، برادر الهام، اکی احمد. اینها در این هفته در آبادانی این طهارتگاه خیلی خراجات های کلان هم کردند. دعا کنیم که خدای مهربان این نفرها را عمر دراز و تن صحت و خاطر جمع نصیبشان بگرداند و هر مراد و مطلوب هایی که داشته باشند خدای مهربان با فضل کرم خود برآورده خیر بگردانی. آمین یا رب العالمین. و خیر احسان هایی که نزد ماست اینها را خدا به درگاهش مقبول و خداوند هر مرادی که دارند